قلب‌های داداش، چطورین؟ به کانال یوتیوب آقای مار خوش اومدین. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطوری فقط و فقط تو 7 روز از اینی که الان هستیم تبدیل بشیم به نسخه پرو مکس خودمون. تا حالا شده حس کنی دلت یه تغییر اساسی میخواد اما نمیدونی اصلا باید از کجا شروع کنی؟ خب امروز دقیقاً همون روزه. آماده این که یه تکون حسابی به زندگیتون بدین؟ پس بزن بریم. این سوال اصلیمونه. و نه، فکر نکنین این یه شعار تبلیغاتیه. ما اینجا یه برنامه کاملا عملی و واقعی داریم که اگه مو به مو با من پیش بیاین، قول میدم آخر هفته خودتون رو نمیشناسین. ما اینجا از یه تغییر کوچیک حرف نمیزنیم. داریم در مورد یه آپگرید کامل صحبت میکنیم. ببینین یه سری نکته الکی و پراکنده نیستا. این یه نقشه دقیق و روز به روزه. یه راهنمای قدم به قدم که دستتون رو میگیره و از جایی که الان هستین، شاید یکم سردرگم، میبره به همون جایی که دلتون میخواد باشین. پس با دقت گوش کنین و دنبالم بیاین. هر ساختمون خفنی یه فونداسیون قوی میخواد، درسته؟ فونداسیون موفقیت شما چیه به نظرتون؟ دقیقاً ذهن شماست. پس 2 روز اول رو کامل میذاریم برای بازسازی و تقویت کردن این ذهن. روز اول میریم سراغ سوخت موشکمون، یعنی اون دلیل اصلی، اون چرایی بزرگی که بهمون انگیزه میده. روز دومم خیلی آروم و ریلکس هرچی آشغال فکری که ذهنمون رو شلوغ کرده میریزیم دور تا جا برای چیزای جدید و خفن باز بشه. خب بریم سراغ کارهای عملی. روز اول یه هدف اصلی برای امسال بنویس و 3 تا دلیل محکم که چرا این هدف انقدر برات مهمه. این چرا همون چیزیه که تو روزای سخت نمیذاره کم بیاری. روز دوم صبح که پا شدی فقط 5 دقیقه مدیتیشن کن و بعدش 10 دقیقه وقت بذار و دسکتاپ کامپیوتر یا صفحه اصلی گوشیت رو مرتب کن. باور کنین همین کار ساده یه آرامش و تمرکز عجیبی بهتون میده. خب ذهن رو که ردیف کردیم، حالا نوبت چیه؟ نوبت این ماشینیه که روحمون توش زندگی میکنه، یعنی بدن. یادتون باشه یه ذهن قوی توی یه بدن ضعیف هیچ وقت نمیتونه معجزه کنه. پس این 2 روز رو میذاریم برای ساختن یه بدن پر از انرژی. قضیه خیلی ساده است. روز سوم با چیزایی که میخوریم به بدنمون سوخت رسانی درست میکنیم. روز چهارم هم با حرکت دادن این بدن اون انرژی رو تو کل وجودمون به جریان میندازیم و قوی ترش میکنیم. خب اینم قوانین جدیدتون. از روز سوم هر چی نوشیدنی شکری هست رو حذف کن و به جاش 2 لیتر آب بخور. این خودش یه ریستارت واسه بدنه. به نهار و شامت هم یه مدل سبزیجات سبز اضافه کن. روز چهارم 30 دقیقه پیاده روی تند. ببین اینجا دیگه هیچ بهونه‌ای قبول نیستا. این 30 دقیقه سرمایه‌گذاری رو انرژی فردات. آخر شبم 5 دقیقه کشش. کیفیت خوابت رو از این رو به اون رو میکنه. خیلی خوب، تا اینجا ذهنم آماده است، بدنم پر از انرژیه. حالا وقت چیه؟ وقت اقدامه. این 2 روز روزای اوج عمل کردمونه. میخوایم یاد بگیریم چطور هوشمندانه کار کنیم، نه اینکه فقط سخت کار کنیم. یه فرق خیلی بزرگ هست بین مشغول بودن و بهره‌ور بودن. مشغول بودن یعنی هی از این شاخه به اون شاخه بپری، آخر روزم خسته و کوفته‌ای اما هیچ کار مهمی نکردی. ولی بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی با تمرکز کامل بری سراغ مهمترین کارت و با انجام دادنش بیشتری نتیجه رو بگیری. ما دنبال این دومی هستیم. اینا دیگه تکنیک‌های حرفه‌ای است. روز پنجم اون قورباغه گنده کارات رو اول صبح قورت بده. یعنی سخت‌ترین و مهمترین کارت رو همون اول انجام بده که بقیه روزت خیالت راحت باشه. بعدش یه تایم 45 دقیقه‌ای بذار، گوشی سایلنت و فقط روی کارت تمرکز کن. این 45 دقیقه از 3 ساعت کار با حواس پرتی بیشتر بازدهی داره. روز ششم نیم ساعت یه چیز جدید در مورد هدفت یاد بگیر و شب قبل خواب برنامه کامل فردات رو بنویس. اینجوری صبح با نقشه بیدار بشی، نه با سردرگمی. و میرسیم به روز هفتم. فکر نکنین این روز واسه استراحته ها. نه، این روز جشن گرفتنه و مهمتر از اون روز تعهد دادنه. این روز خط پایان نیست، سکوی پرتاب شماست. این یه هفته فقط یه تمرین بود برای بقیه عمرتون. پس ببین، این عدد 7 به معنی تموم شدن نیست، به معنی شروع شدنه، شروع توی جدید. شما دیگه آدم هفته پیش نیستین. الان ابزارها دستتونه، راه هم بلدین. این ضرب المثل چینی رو داشته باشین. میگه بهترین وقت برای کاشتن درخت 20 سال پیش بود. خب اون که گذشته. دومین وقت خوب کیه؟ دقیقاً همین الان. همین لحظه‌ای که داری اینو میشنوی.
پس حسرت گذشته رو نخور و همین حالا شروع کن. و این سوال آخر رو از خودت بپرس. این برنامه 7 روزه مسیر رو بهت نشون داد. حالا نوبت توئه که فرمان رو دستت بگیری و هفته‌های بعدی رو حتی خفن‌تر از این بسازی. این تازه اول ماجراست. خب قلبای داداش، اینم از نقشه راه 7 روزه ما. اگه از این برنامه خوشتون اومد و دوست دارین بیشتر از این محتواها بسازم، یادتون نره حتما کانال رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو هم بزنین و یه کامنت پر انرژی هم برام بذارین. حمایت شماست که به من قدرت میده تا با تمام وجود ادامه بدم. دم همتون گرم.